بعضی از حیوانات شبیه حیوانات دیگه هستن. مثلا اردک‌ها و پنگوئن‌ها هر دو پرنده‌ای هستن که توی آب وقت میگذرونن. اما بعضی از حیوانات خیلی متفاوتن. بعضیاشون انقدر منحصر به فردن که حتی باور نمی‌کنید واقعی باشن. توی این ویدیو هم سراغ همین حیوانات میریم. میمون شبگرد کوتوله یا تارسیه. این نه تنها عجیب ترین بلکه یکی از بامزه ترین موجودات دنیا هم هست. به چشمای درشتش نگاه کنید. در واقع هر کدوم از چشمای این موجود سنگین تر از مغزشه. خنگ نیستن، فقط چشماشون خیلی درشته. این موجودات رو میتونید توی بخشایی از جنوب شرقی آسیا پیدا کنید. اما یه زمانی توی کل دنیا پیدا میشدن. به علاوه خیلی خجالتی و ترسوان، در نتیجه دانشمندان نتونستن اطلاعات زیادی در موردشون جمع آوری کنن. البته یکی از چیزایی که فهمیدن اینه که این چشمای درشت و متفاوتشون برای اینه که بتونن شبا واضح‌تر ببینن. با اینکه بیشتر وقت تنها هستن، اما دانشمندا گونه‌های مختلف تارسیه رو در حال معاشرت با همدیگه دیدن، مخصوصاً در طول فصل جفتگیری. حالا وقت بحث جذاب امروزه. این موجود قطعاً یکی از عجیب ترین موجودات دنیاست. بعضیا فکر میکنن یه نوع ماره، اما اینا مار نیستن. بعضیا بهشون میگن مارماهی لاستیکی، اما مارماهی هم نیستن. در واقع اسم علمیشون انقدر سخته که نمیشه تلفظش کرد. اما معنی اسم لاتینش موجود کوره. این یه نوع عجیب از دوزیستانه که بینایی ضعیفی داره. اما نگران نباشید، با اینکه زشت و ترسناکه هیچ خطری برای انسانها نداره. این موجودات در سالهای اخیر به فلوریدا اومدن. هیچ کس دقیقاً نمیدونه چطور به اونجا رسیدن، اما از قدیم توی ونزوئلا و کلمبیا پیدا می شدن. نظر شما چیه؟ آیا این عجیب ترین حیوانیه که تا حالا دیدید؟ میمون دماغ سربالا. این میمون به دلیل شکل بینیش لقب میمون دماغ سربالا رو گرفته، اما بهش میمون عدسه زنم میگن. پیدا کردن این میمون‌ها در جنگل توی بارندگی‌های شدید یا طوفان‌ها خیلی راحته. به گفته بومی‌هایی که این میمون‌ها رو در محل زندگیشون می‌بینن، علت این اتفاق اینه که وقتی بارون میباره، آب داخل بینی این میمونا میره و باعث میشه عطسه کنن. و این اصلاً براشون خوب نیست. چون شکارچی‌ها میتونن صداشون رو بشنون و اونا رو خیلی سریع‌تر پیدا کنن. این نوع میمون در معرض خطره و معمولاً توی جنگل‌های میانمار و بخش‌های جنوبی چین پیدا میشه. الان فقط حدود 300 تا از این میمونا توی حیات وحش باقی مونده و خیلی از فعالان محیط زیست سعی دارن بهشون کمک کنن. با اینکه در حال حاضر در خطر انقراضن، بعضیا امیدوارن که در آینده جمعیتشون بالا بره. قورباغه بنفش. این قورباغه واقعاً قیافه عجیبی داره. این قورباغه بنفش که به قورباغه خوکی هم معروفه، بیشتر زیر زمین زندگی میکنه، اما توی فصل خاصی بیرون میاد تا جفتگیری کنه و غذا بخوره. از اونجا که وقت زیادی رو زیر زمین میگذرونه، مطالعهشون برای محققین خیلی سخته. چیزی که دانشمندا میدونن اینه که معمولا نزدیک سواحل هند زندگی میکنن و حدود 165 گرم وزن دارن. شاید یکم غافلگیرتون کنه چون به نظر خیلی گنده و توپل میاد. مطالعه زیادی در موردشون انجام نشده و هنوز مشخص نیست چند تا قورباغه بنفش توی طبیعت باقی مونده. در هر حال احتمال منقرض شدنشون وجود داره، چون سرعت جنگل زدایی در زیستگاه این حیوان بالاست. کوسه گابلین. ترسناکه مگه نه؟ این کوسه ها میتونن تا 4 متر طول داشته باشن. فکر نکنم این موجودات اصلا نیازی به گاز گرفتن طعمشون داشته باشن. میتونن پشتشون برن و اونا رو سکته بدن. این هم روش خوبی برای شکار محسوب میشه. اما دندونای تیزشون که به طرز عجیبی از دهنشون بیرون میاد هم توی شکار کمکشون میکنه. البته این دندونای تیزشون فقط برای گاز گرفتن ساخته نشده، بلکه بیشتر به عنوان یه تله به کار میره. در نتیجه به جای تیکه تیکه کردن، حیوانو به دام میندازن و بعد میبلعنش. آرواره این حیوان انقدر جلو اومده که انگار میخواد از صورت کوسه فرار کنه. دلیل اینکه به همچین آرواره و دهان بزرگی نیاز دارن
اینه که توی عمق بالا و قسمت تاریک دریا که داخلش زندگی میکنن غذا خیلی نادره و باید توی اون تاریکی دنبال طعمه بگردن. برای جبران این موضوع طبیعت این دهان بزرگ رو بهشون داده و به کمکش میتونن هر چیزی که پیدا میکنن رو به داخل بفرستن. اژدهای آبی. گلاکس آبی که به اژدهای آبی یا فرشته آبی هم معروفه، در آبهای گرم اقیانوس اطلس، آرام و هند پیدا میشه. با اینکه شبیه یه جور ماهیه اما یه نوع حلزونه و شاید خوشگل ترین حلزونی باشه که تا حالا دیدید. اژدهای آبی هم مثل خیلی از حیوانات دیگه خانواده خودش سمیه. در نتیجه اگه یه روزی از نزدیک دیدینش وسوسه نشید که بهش دست بزنید. دلیل اینکه شناورن و روی زمین حرکت نمی‌کنن اینه که توی معده‌شون یه حباب کوچیک هوا وجود داره که باعث میشه شناور بمونن. این به حرکتشون توی کف دریا کمک میکنه و توی شکار هم به دردشون میخوره. اما بذارید یه چیز عجیبم بگم که غافلگیرتون میکنه. اژدهاهای آبی روی جسد طعمشون تخم میذارن. جورپای غول‌پیکر. به این موجود نگاه کنید. این بزرگترین سخت پوست دریایی دنیاست. دانشمندا عقیده دارن این موجودات به خاطر فشار زیادی که توی عمق بالای اقیانوس تحمل میکنن انقدر گنده شدن. در واقع به مرور زمان تکامل پیدا کردن و بزرگ شدن تا بتونن با شرایط سازگار بشن. جورپای غول‌پیکر با بعضی از سخت پوست‌های خشکی مثل خرخاکی هم خانواده است. این موجودات میتونن بین 19 تا 36 سانتی متر طول داشته باشن و در عمق 200 تا 700 متری دریا زندگی میکنن. واقعا عجیبه که چطور زیر همچین فشار بالایی له نمیشن. حباب ماهی. خدای من، این دیگه چه موجود تهوع آوریه. این ماهی نه تنها لقب زشت‌ترین ماهی بلکه زشت‌ترین حیوان کل دنیا رو هم گرفته. این موجودات عجیب توی سواحل استرالیا و در عمق 650 تا 1300 متری زیر آب زندگی میکنن. توی اون اعماق تاریک فشار 120 برابر بیشتر از روی خشکیه. معمولاً ماهی‌ها کیسه‌ای دارن که کمک میکنه توی فشارهای زیر دریا دووم بیارن. اما حباب ماهی‌ها اونو ندارن. در نتیجه این شکلی شدن. خفاش ماهی لب قرمز. این یکی رو نگاه کنید، انگار رشد زده و میخواد با دوستش بره بیرون. واقعا نمیدونم کاربرد این لبای قرمز چی میتونه باشه، اما واقعا شبیه لبای آدمه. خفاش ماهی لب قرمز بیشتر توی آبهای عمیق جزایر گالاپاگوس پیدا میشه. این ماهی ها توی عمق واقعا بالای زندگی میکنن و مثل بیشتر ماهی های دیگه که توی عمق دریا زندگی میکنن گوشت خوارن. این ماهی ها برای جذب طعمشون از ستون فقرات پشتیشون استفاده میکنن. بزرگترین خفاش ماهی که تا حال دیده شده 40 سانتی متر بود. در نتیجه خیلی بزرگ و ترسناک نیستن. فقط لبای قشنگی دارن و دانشمندا هنوز نمیدونن چرا لباشون انقدر قرمزه.